آب گرم سرعین. اما آقای دکتر ما میخوایم با هم دیگه صبحونه بخوریم. ما امروز یه ذره برنامه دیر شروع شد، صبحونه هم نخوردیم. من به دوستان گفته بودم که من 4 تا فقط به تنهایی میخورم، ولی کلا 4 تا آوردم. شما چند تا میخورین؟ خوبه، 2 تا خوبه. 2 تا خوبه. بله. حتی شما میتونی ولی خب من نمیتونم. ولی اشکال نداره دیگه، حالا امروز کمتر میخوریم. شما سلام علیکی هست بفرمایید با دوستان. اگر که سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. من دکتر مجتبی نیکپور هستم. یه گروهی جمع شدیم برای اینکه از سلامت هموطنان رو مراقبت کنیم. طول عمر جامعه خیلی بالا رفته در تمام دنیا. ما تو این رنج ذره عقب موندیم. بله. ایرانی‌ها به اندازه سایر ملل دنیا طول عمرشون اضافه نشده. بله، البته تماما طول عمر در حال افزایشه. درست. و امیدوارم که حالا این روال کمک کنه که حتی اکثر، یعنی ما تا چقدر میتونیم برسیم که الان که طول عمر طبیعی حداقل 3 رقمیه. یعنی 100 سال رو بعد راحت بریم. بله. بعد شما فرمودین که 10 سال به طول عمر اضافه میشه تو این برنامه. من برداشتم اینه که خیلی دست کم گرفتیم. واقعا حداقل مثلا یکی که 110 سالش باشه میارنش تو خبرها معروف میشه، میگه مثلا یه پیرمردی در فلان روستا مثلا 110 سالشه. شما یه مقدار به آمار گذشته رجوع کنید میبینید که قدیم مردم خیلی زودتر عمر کوتاه‌تری داشتن. بله. خیلی انسان طول عمر بیشتری پیدا کرده. منتها ما به دلایلی یه مقدار سرلنگاریای وجود داره تو طول جامعه که من فکر کردم این برنامه خیلی فرصت خوبیه حمایت کنیم. فقط ما به احترام شما و البته چون سالم‌ترم هستش از روغن کنجد داریم استفاده بسیار عالی. مرسی. من اینو خدمت شما عرض کنم. من این اگه صحبتتون ادامه داره شما عرضم بوزتون که مراقبت از بیماری‌های قلبی یک از طولانی ترین مطالعات بشریه. بله. شاید از سال 1948 روی این موضوع کار شده. تو تاریخ پزشکی ما نداریم مطالعه به این طولانی. بله. و به طور قطعی مشخص شده یک سری از عوامل که کمک میکنه ما طول عمر بیشتری داشته باشیم. 2 تا از اونها رو ما نمیتونیم دستکاری کنیم که یکی سنمونه و یکی جنسمونه. بله. ولی بقیه عواملی که قطعا تعیین کننده است تو طول عمر ما کاملا میشه روش کاری کرد و میشه اعمال کرد کاری شرایطی را برش. یکیش فشار خونه، یکیش دیابته و یکی هم چربی خون. ما همه اینها رو میتونیم مدیریت کنیم. عواملی که خیلی روی اینا تاثیر داره یکی چاقیه. من اون چیزی که توی برنامه شما حضور دارم تا کمک کنم شرایط بهتری را اعمال کنیم یا آموزش بدیم توی جامعه. بله. اینه که ما چطور میتونیم وزنمون رو مدیریت کنیم حتی وقتی که خیلی به غذاهامون دستکاری نکنیم. آیا به نظر شما میشه؟ خب ولی میشه شما مثلا نمیدونم واقعا به غذا مثلا پیتزا بخوریم. بله. کله پاچه بخوریم، ولی پس بیایم 2 کار کنیم. یعنی ابتدا بیایم این 2 تا رو از هم تفکیک کنیم. ما میتونیم سلامتیمون رو افزایش بدیم با نکاتی که توی این برنامه آموزش میدیم. یعنی یاد بگیریم که چطور چه غذاهای سلامتی بیشتری داره. اما اگر بخوایم وزنمون رو مدیریت کنیم، خود مدیریت وزن به تنهایی به سلامتی ما کمک میکنه. بله. خود مدیریت وزن، چون هر 44 گرم بافت چربی 1200 متر موی داره و شما وقتی وزن کم میکنی سلامتیتون به طور شگفت آوری افزایش پیدا میکنه. حالا اگه من این سوال مشترک از همه دوستانم پرسیدم که ما گفتیم که می‌خوایم یه مهارت‌هایی بگیم که با دیدن برنامه ما 10 سال به عمرشون اضافه بشه. اگه امروز بخوایم از طرف شما یه مهارت بشنویم چیه؟ خب الان من دارم میبینم شما دارین تخم مرغ نیمرو می‌کنی. بله. خیلی هم خوشمزه است. بعضی موقع واقعا همین میطلبه. این 2 تا بیشتر جا نشد. بعد اون 2 تا این 2 تا اگه بخوام یک نکته برای این برنامه بهتون بگم اینه که در مجموع اگه اینا آبپز می‌کردیم خیلی سالم‌تر بود. آبپز می‌کردیم. ولی اگر که روغن کنجد هست؟ بله. در هر صورت یعنی بخارپز بازم از آبپز به مراتب بهتر در مورد غذایی که بخارپزش مقدوره. بله. و در مورد غذاهایی که مقدور نیست در هر صورت تخم مرغ آبپز خیلی بهتر بود. دومین نکته این که اگه اینو با این قاشق استیل به هم بزنید به مراتب بهتر از اون قاشق پلاستیکی که دستتونه. ما آره دیگه حالا دوستان آورده بودن قاشق پلاستیکی. ببخشید. بس به این نکته اگر شما بخواید وزنتون رو مدیریت کنید و عاشق نیمرو باشین نکاتی وجود داره که چطور با خوردن همون نیمرو، با خوردن همون پیتزا، با خوردن همون غذایی که از نظر سلامتی خیلی توصیه نمیشه ولی شما وزنتون رو مدیریت کنید. این نکات خیلی جالبن، خیلی ساده‌ان. من توصیه میکنم به بینندگان عزیز اگر که این برنامه رو دنبال کنن یک دفترچه تهیه کنن، هر جلسه یک نکته فقط خیلی ساده
آموزش داده میشه، ولی به طور شگفت آوری تاثیر میگذاره تو مدیریت وزن. یعنی الان مثلا خوردن این نیمرو اشتباهه؟ برای سلامتی شما خیلی خوب نیست، ولی من به شما یاد میدم این نیمرو را چجوری بخورین برای اینکه چاق نشین. خیلی هم عالیه. میخواین همین الان شروع کنیم؟ آره حتما. میشه الان؟ بله. یعنی با این وضعیت درست کردن؟ بله. بفرمایید. همون نیمرو را به 2 قسمت تقسیم کنید و یک قسمتش رو آهسته‌تر از قبل بخورین و خیلی زودتر شما را سیر میکنه. یعنی اگه مثلا من روزی 4 تا میخوردم، تخم مرغ میخوردم، بله 2 تا تخم مرغ نیمرو کنین، ولی آهسته تر بخورین و زیادتر بجنگین و با تمرکز بیشتر بخورین. به مرور اصلا اون ست پوینت های سیری شما تغییر خواهد کرد و شما با 2 تا کاملا سیر خواهید شد. پس امروز غذاتون رو نصف بکنید، با سرعت کمتر بخورید و بیشتر بجوید. این اولی مهارتی بود که آقای دکتر نیکپور گفتن. در مورد جوانه ها نمیدونم چقدر اطلاعات دارید. جوانه گندم، جوانه ماش، نمیدونم جوانه های مختلف. سرتون سلامت بهتون خواهد گفت و بعدش آگهی و باز برمیگردیم.